فکت هایی که ممکنه جونتون رو نجات بده، پارت 6. اگه روزی چند نفر یا یه نفر به زور وارد ماشین شما شد و ازتون خواست که اون رو به جایی برسونید یا می‌خواست بدزدتون، ماشینتون رو بدزده، شما مسلماً کمربندتون رو قبلش بستید. فوراً به یه میدونی درختی جایی با ماشین تصادف کنید، چون اونا کمربند ندارن به احتمال زیاد آسیب می‌بینن و شما میتونید فرار کنید. دراز کشیدن به پشت کمر توی آسانسور تنها راه نجات از سقوط آسانسوره. مهم نیست که چقدر تشنتون باشه. اگه یه روزی توی یه جای خیلی سرد و یخبندون بودید و به آب دسترسی نداشتید، برف نخورید، چون معدتون بر اثر هیپوترمیا شما رو میکشه. قبلش سعی کنید برف رو آب کنید و بعد بخورید. اگه یه روزی توی جاده در حال رانندگی کردن بودید و یه گوز یهو پرید جلوی شما، سعی کنید خودتون رو بندازید توی دره و هر جایی، چون احتمال زنده موندنتون اینجوری خیلی بیشتره. تصادف با یه گوزن بزرگ معادل اینه که شما با سرعت بدوید و مستقیم برید بخورید به یه دیوار آجوری. فکت هایی که جونتون رو نجات میده، پارت 5. اگه نصف شب با بوی گاز توی خونتون بیدار شدید، به هیچ عنوان چراغ‌ها رو روشن نکنید، چون با کوچکترین جرقه خونه منفجر میشه. اگه یه روزی خدایی نکرده زیر بهمن گیر افتادید و نمیدونستید که کدوم طرف زمینه و کدوم طرف راه خروجیه، با استفاده از آب دهنتون میتونید جاذبه رو پیدا کنید و اون طرفی که آب دهن شما میرفت یعنی رو به زمینه و شما باید مخالف اون حفاری کنید و سعی کنید از زیر بهمن بیرون بیایید. اگه خدایی نکرده یه روزی توی طبیعت گروهی از زنبورا دنبالتون بودن، به هیچ عنوان توی آب نرید، چون اونا متوجه این میشن که شما منتظرید اونا برن و از آب بیایید بیرون. سعی کنید با تمام سرعت بدوید و از اون منطقه خارج بشید. هرچی حیونا خوش رنگتر و رنگارنگ و خوشگلتر باشن، اگه سمی باشن مقدار سمشون خیلی بیشتر و کشنده است. پس به هیچ عنوان به اینجور حیونا نزدیک نشید، مخصوصا یه سری از خزندگان و دوزیستا. فکتایی که جونتون رو نجات میده، پارت 6. اگه یه روزی یه خرس قطبی یه جایی بهتون حمله کرد که نمیکنه، شما همون لحظه لباسای تنتون درارید، لخت و اوریون فرار کنید و لباسا رو پرت کنید جایی که اون داره میاد سمتتون. اون به خاطر حساسیت خیلی زیادی که داره میره سمت لباسا و با اونا سرگرم میشه. اگه خدای نکرده چاقو خوردی، اون چاقو رو از بدنتون بیرون نکشید، چون اون مثل یه درپوش از خونریزی جلوگیری میکنه و به شما مهلت میده که حالا با دکتر یا با پلیس تماس بگیرید و خودتون رو نجات بدید. اگه توی اقیانوس داشتید شنا می‌کردید یا توی دریا یا هر جایی موج‌های مربعی دیدین، سریع از آب بزنید بیرون، چون با قدرت و فشاری که داره شما رو میکشه زیر آب و توی یه لحظه میکشدتون. اگه یه روزی از بدشانسیتون یه شیر کوهی یه دفعه جلوتون سبز شد، اصلا روتون رو نکنید اون طرف فرار کنید، تا بعد مستقیم زل بزنید تو چشماتون رو برنگردید، چون شیر کوهی یه حیوانیه که کمین میکنه بعد شکار میکنه. همینطوری عقب زل بزنید توی چشمش و فاصله بگیرید. فکت هایی که ممکنه جونتون رو نجات بده، پارت 6. اگه توی خونتون بدون دلیل بوی ماهی حس می‌کردید، مطمئناً یه قسمتی از سیمکشی خونتون آتیش گرفته. فوراً بگردید تا قبل از آتش سوزی بزرگ اون قسمت رو پیدا کنید و آتش رو خاموش کنید. دستگاه‌هایی که پین‌های سالن بولینگ رو میچینن، اگه شما به هر دلیلی یه روزی زیر اونا برید و اون بیاد پایین، میتونه شما رو له کنه، چون خیلی قدرت زیادی داره. اگه به هر دلیلی یه روزی اشتباهی ضد یخ خوردید، فوراً مقدار خیلی زیادی الکل باید بخورید تا به شما فرصت بده که خودتون رو به بیمارستان برسونید قبل از اینکه کلیه‌هاتون بترکن. اگه یه روزی توی خیابون خطوط برق یا سیم برق و اینا جلوی پاتون افتاد، فرار نکنید و ندوید. پاتون رو کنار هم دیگه بذارید و سعی کنید مثل خرگوش بپرید. این کار از اینکه برق بخواد مستقیم وارد بدنتون بشه جلوگیری میکنه و نمیذاره که یه شوک چند هزار ولتی وارد بدنتون بشه. فکتایی که میتونه جون شما رو نجات بده. زمانی که توی جای شلوغ و بسته بودید، به راههای خروجی دقت کنید و اونا رو به خاطر بسپارید. در زمان وقوع حادثه میتونه کمکتون کنه که جون خودتون رو نجات بدید. اگه کسی اسلحه رو مستقیم سمت شما گرفت، زل بزنید توی چشماش. طبق گفته روانشناسا، اون لحظه ترس و عذاب وجدانی میگیردش که از کشیدن ماشه جلوگیری میکنه. زمانی که به طبیعت و گردش میرید، حتما یه دونه آینه کوچولو و یه دونه سوت همراه خودتون داشته باشید. آینه برای بازتاب کردن نور و سوت برای صدا رسانی. اگه یه جای گیر افتادید و کمک خواستید، خیلی به دردتون میخوره. موقع پایین اومدن از پله‌ها دستاتون رو توی جیباتون نکنید، چون اگه دستاتون آزاد باشه هم تعادل بیشتری دارید، هم اگه خواستید بیفتید میتونید ازشون استفاده کنید که به سرتون ضربه وارد نشه. اگه توی مکان و شرایط خیلی بدی بودید و یه جایتون زخم شده و خونریزی داشتید، چسب زخمم نداشتید، اون زخم رو با چسب مایع میتونید بپوشونید و جلوی خونریزی رو بگیرید تا زمانی که به بیمارستان برسید.